یکی از موضوعات کلیدی دیگه که در خرید خانه مهم است و اکثریت دوستا او را نادیده میگیرن هوم انسپکشن یا بررسی کامل خانه است. متاسفانه تعداد زیاد ما عاشق ظاهر اشیا و لوازم میشیم و با بعضی مسائلی که عمیق است و بعضی مسائلی که بسیار هزینه داره در خرید خانه با او توجه نمیکنیم. بنابراین فریب ظاهر خانه را نخورین، ظاهر دلکش شما را فریب نده. هوم انسپکشن برای شما هزینه زیاد نداره، هزینه 400 الا 600 700 بستگی به اندازه خانه داره، ولی مشکلات بسیار زیاده برای شما برملا میسازه که در تصمیم گیری آفر دادن و یا هم خرید خانه شما را کمک میکنه. مثلا شما از ظاهر خانه فهمیده نمیتوانید که سقف خانه چی مشکل داره، سیستم اچوک خانه چی مشکل داره، سیستم نلدوانی، فاندیشن و یا هم زیربنای خانه چی مشکل داره. بنابراین با پرداخت یک مقدار کم از بسیار دردسرهای کلان در آینده میتونین جلوگیری کنین. و در وقت آفر توجه داشته باشین، زمانی که به یک مشکل مواجه میشین در خانه، انسپکتور برای شما میگه، هوم انسپکتور براتون میگه که این خانه اینی قسمتش مشکل داره، شما گزینه های مختلف روی دست می داشته باشین. کدام گزینه ها؟ مثلا از فروشنده میتونین بخواین که همون مشکل برای شما حل کنه. دوم میشه که بدون درخواست حل کردن از او از پیش از اونا کردیت یا مقدار پولش رو بخواین، بگوین که درست است اینی مشکل داره و نظر به وضعیت مارکت اینقدر از ما هزینه میگیره، ما هزینهش میخوایم. و اگر مشکل خیلی جدی باشه، شما فقط عاشق ظاهر خانه شدین، میتونین که از امو دل کنده و هیچ آفر ندین، به خاطر از که ظاهرش شما را دلبسته خود میسازه ولی در آینده شما را بسیار زیاد با مشکل مواجه میسازه و هزینه های زیادی را از شما میخواه. بنابراین با خاطر خرید خانه این موضوع را هم به یاد داشته باشین. فراموش نکنین مشوره های کلیدی و مهم مشاور املاک شما را میتونه از این مشکلات جلوگیری کنه و در امان بمانه. تشکر.